و حالا سوال این است که حتما این داعش سرکوب خواهد شد انشاءالله. نقش خود را که انجام داد، کسانی که او را با وجود آوردن با سرکوبش هم خواهند کرد. ولی سوال این است که این هزارها جوان تاجیک و ازبک و قزاق و قرقیز که در اونجا تعلیم میگیرند دیگر لازم نمیشوند در عراق و سوریه، به کجا برمیگردند؟ تقدیر آنها چی میشود؟ کی باید در این باره فکر کند؟ کی باید آمادگی داشته باشد که پیش راه این موج را بگیرد؟ شما فقط اطراف اون 2-3 هزار در سوریه و عراق فکر نکنید. متاسفانه آنها با هزارها طرفدار دیگر در داخل منطقه هم دارند و روز به روز شمارش بیشتر شده ایستاده است. جوانی که آینده خود را، آینده علمی، فکری، اقتصادی، سیاسی خود را نمیبیند، راه حل آسان را در گرایش یا پیروی به داعش و دیگر گروه افراطی میبیند.